سلام، من فرنوش افخمی هستم. امیدوارم حال و احوالتون درجه 1 باشه. با ادامه چالش فشن لیدی باس امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم از 2 اپیزود قبلی کاملا بهره برده باشین و براتون مفید بوده باشه. البته امیدوارم که تمریناتون هم انجام داده باشین. تو اپیزود پایانی میخوام بهتون بگم که فشن و دنیای مد فقط طراحی لباس نیست. این یه تفکر غلطه که تو جامعه ایران خیلی مرسومه. اگه به دنیای مد و فشن علاقه داری ولی فکر میکنی طراحی لباس رو دوست نداری، این اصلا معنیش این نیست که تو نمیتونی تو دنیای مد و فشن تاثیرگذار و صاحب برند بشی. دنیای مد و فشن سرشار از شاخه‌های پولساز و پرطرفداریه که ناشناخته است و بازارش در ایران به شدت بکره که امروز میخوام به چند تاشون اشاره کنم. قبل از هر چیز باید دوباره بهت بگم که این یکی نشونه است که تو اینجا هستی و تو چالش فشن لیدی باس شرکت کردی. ببین، فشن یک مهارت تایملسه. یعنی چی؟ یعنی یک مهارتی که تا دنیا هست و تا آدما دارن تو این دنیا زندگی میکنن این مهارت به دردت میخوره. ببین چرا؟ چون آدما همیشه میخوان لباس بپوشن. به همین راحتی که دارم بهت میگم. ببین، مهارت فشن یه مهارتیه که تا دنیاست، آدما بهش نیاز دارن و روز به روز که بیشتر میگذره، چون تکنولوژی بیشتر میشه، چون آدما آگاه‌تر میشن، چون آدما نیاز به تاثیرگذاری بیشتری دارن، اتفاقا به استایلشون بیشتر اهمیت میدن. میدونی میخوام بهت چی بگم؟ پس تو میتونی بچسبی، میتونی خوب یاد بگیری، میتونی با خلاقیتت، با آموزش درست، واقعا اگه علاقه داشته باشی که حتما علاقه داری که اینجا هستی، میتونی یک برند تاثیرگذار و صاحب سبک برای خودت تو دنیای مد و فشن راه بندازی. حالا بریم سراغ رشته هایی که تو دنیای مد و فشن بسیار پرطرفدار و پولساز هستن و ببینیم با هم دیگه چه آموزش هایی رو لازم دارن که اونها رو یاد بگیریم. اول از همه همون شاخه‌ای که اول گفتم، طراحی لباس یا فشن دیزاینر. ببین بچه‌ها، یک طراح لباس باید اول یه سری ایده رو توی ذهنش داشته باشه، اون ایده رو بتونه اجرا بکنه، یعنی در واقع ایده هاش رو روی کاغذ بیاره و بعد از کاغذ روی پارچه بیاره و اجرا کنه. به این میگن طراح لباس. خب چه مهارت هایی لازم داره؟ شما باید یاد بگیرید اسکیس بزنید، یاد بگیرید تمام ایده هاتون رو روی کاغذ پیاده سازی بکنید، حالا چه با طراحی دیجیتال چه با طراحی دستی، و باید علاقه داشته باشین که خطوطو بکشین، چیزایی که داخل ذهنتون هست و بتونین روی کاغذ بیارین و پیاده سازی بکنین. و البته یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که فقط شما نباید طراحی بکنید، شما باید به اجرا شدن اون هم فکر بکنید. یعنی اون زمانی که اون ایده به ذهنتون میرسه، از اون کانسپت مورد نظرتون، بعد ببینید اصلا این ایده من شدنی هست یا نه. یه سری ایده خیلی قشنگ و رویایی و فانتزی هم، ولی واقعا قابل اجرایی نیستن. میدونی میخوام بهت چی بگم؟ اگه میخوای در صنعت مد و فشن به درآمد برسی با شاخه طراحی لباس، حتما باید به اجرایی شدن ایده هات هم فکر بکنی و باید یک تیم درست حسابی برای خودت از همون اول تشکیل بدی. چرا؟ چون تو تنهایی نمیتونی هم طراحی بکنی، هم خیاطی بکنی، هم عکس برداری بکنی، هم پرزنت بکنی. تو طراح لباسی، وظیفت مشخصه، ایده پردازی و اجرایی کردن توسط خیاط. پس حتما باید از همون اول یه تیم داشته باشی و این شاخه برای اینکه بتونی برند خودت رو لانچ بکنی نیازمند سرمایه است. شاخه بعدی پرطرفدار و پولساز دنیای مد، استایلیست ها، که خودم عاشقشم. همونطور که میدونید استایلیست ها وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که بهترین لوک آدم ها رو بکشن بیرون. خیلی ساده بهت بگم، یعنی تو یاد بگیری که بهترین ورژن هر کسی رو با نگاه کردن بهش، با شناختن خصوصیات روحیش، با موقعیت اجتماعی که داره، با شغلی که داره و با همه اینها تو بررسی بکنی و ببینی که بهترین استایلی که اون آدم میتونه داشته باشه چیه. استایلیست ها چند مدل میتونن درآمد داشته باشن. اولین موردی که بدون سرمایه است و خیلی هم واقعا توی ایران به شدت الان نیاز، مخصوصا برای سلبریتی هامون، چون خیلی هاشون این خلأ رو دیگه کم کم دارن حس میکنن وقتی که تو مراسم مهمی دعوت میشن، چه داخل ایران چه خارج از کشور. خیلی براشون مهمه که یک استایلیست حرفه‌ای همراهشون باشه که همونجا بهشون بگه واقعا چیکار کنن، چون اونا دیگه تمام فکر و ذکرشون اینه که به پروژهشون فکر کنن. اون نمیتونه واسه لباسش و واسه استایلش بشینه فکر کنه، تخصصشو نداره. پس به شدت بازارش بکره
و چه مهارت‌هایی لازم داره که شما اصول استایلینگ رو بدونین، فرم بدنی رو بدونین، روانشناسی آدم‌ها رو بلد باشین، رنگ شناسی بلد باشین و از همه مهمتر آدم شناس خوبی باشین. بفهمین اون طرف مقابلتون دقیقاً میخواد چی بروز بده از خودش، کامل باهاش صحبت کنید. چیزی که خیلی مهمه، اگه میخواین مشاور استایل بشین، سلیقه خودتون رو باید بذارین کاملا کنار، چون ببینید استایل آدم‌ها از درونشون میاد. میخوام به چی بگم؟ تو باید بفهمی طرف مقابلت، اون کسی که به تو پروژه داده و از تو میخواد براش بهترین استایل رو طراحی کنی، تو باید ببینی اون حالش با چی خوبه. اصلا مهم نیست تو چه رنگی دوست داری، مهم اینه که به پوست اون چه رنگی میاد و اون کدوم رنگ رو دوست داره. تمام دیگه. سلیقه شخصی تو برای استایل خودت، برای برند خودته. و اگه شما روحیه کار تیمی ندارین، روحیه انعطاف پذیری ندارین و نمیتونین به این درک برسین، خب نمیتونین مشاور استایل خوب باشین. این خیلی مهمه، یعنی مهمترین نکته که شما باید به عنوان یک استایلیست در نظر داشته باشید. ببین، یک استایلیست باید اشراف کامل به تمامی برندها داشته باشه، ترندهای هر برند رو بشناسه، قیمت‌های آخرین کالکشن هاشون رو بدونه، رنگ شناسی رو کامل بدونه، امسال چه رنگی مده، چه مدل عینکی مده، چه مدل کیفی مده، چه مدل کفشی مده و دائما باید ریسرچر خوبی باشه. یعنی ریسرچ کردن باید جزئی از زندگی روزانه هم یک استایلیست هم طراح لباس، بیشتر استایلیست ها، چون با آدم‌های دیگه کار داریم و باید برای اونها استایل‌هایی طراحی کنیم که واقعا طبق آخرین متد روز باشه. می‌دونید چرا؟ چون کسی که دیگه مشاور استایل داره میگیره قطعاً سطح بالای جامعه است. اگه سلبریتی دیگه پول براش معنی نداره، پس براش مهمه که تو عالی استایل کنی. ببین، یک استایلیست حرفه‌ای کسی که دائما خرج تراشی نکنه برای کارفرما، خلاق باشه، جیب کارفرما جیب خودش براش نداشته باشه، هدفش این باشه یک استایل کاریزماتیک خاص برای کارفرماش طراحی بکنه، ساعت‌ها قبل بشینه. بچه‌ها ببینید، فقط طراحی لباس نیست که شما باید کانسپت داشته باشین، فقط طراحی لباس نیست که باید ایده پردازی بشه. به عنوان یک استایلیست شما باید یاد بگیرین ایده پردازی کنین، یاد بگیرین کانسپت اصلا چیه، چند نوع کانسپت داریم، ما چجوری اون کانسپت ها رو باید بیاریم رو کاغذ، حالا چجوری باید اینها رو بیاریم توی کیف و کفش و لباس و اکسسوری و انگشتر و رنگ لباس و رنگ مدل مو. همه اینا خیلی مهمه و اینا نیازمند آموزشه. استایلیست به شدت رشته جذابیه، واقعا یکی از رشته‌های فوق‌العاده دنیای مد هست که بدون نیاز به سرمایه اولیه. بچه‌ها این خیلی مهمه ها. وقتی میگم بدون نیاز به سرمایه اولیه، قبلش گفتم یه طراح لباس توی جامعه الان، تو شرایط فعلی الان، اگه بخواد یه برند خوب و با کیفیت لانچ بکنه، حتی لیمیتد و تعداد محدود، حداقل باید 2 میلیارد تو دستش پول داشته باشه. هزینه پارچه، خیاط خوب، پرزنت، لانچ کردن، عکاسی، برندش رو بخواد راه اندازی بکنه، حتی اگه نخواد یه شوروم یا گالری فیزیکی داشته باشه، اگه اون باشه که باید بالای 10 میلیارد هزینه کنه. ولی استایلیست اینطوری نیست. استایلیست تو با علمت و با پرزنت کردن علمت خیلی راحت میتونی به درآمد برسی و بعد از اون میتونی با اون سرمایه هایی که به دست آوردی و صاحب ثبت بشی برای خودت. تا الان با هم دو تا از مهمترین و پولسازترین شاخه‌های دنیای مد و فشن رو یاد گرفتیم. حالا این نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم. تو ایران ما به غلط فکر میکنیم هر کسی میخواد وارد دنیای مد و فشن بشه حتما باید پارچه ها رو فقط بشناسه، خیاطی بلد باشه. در صورتی که این یکی از ابعاد دنیای مد و فشن، ابعادش خیلی گسترده است. مثلا عکاس مد، نویسنده مد، میکاپ آرتیست مد و اینقدر شاخه‌های مختلفی داره که در این اپیزود نمیگنجه که من بخوام همه‌شو برای شما کامل توضیح بدم. خیلی ازتون ممنونم که این 3 روز کنار من بودین. امیدوارم مطالبی که براتون آماده کردم به دردتون خورده باشه و براتون مفید و کاربردی باشه. من سعی کردم تمام ذهنیت‌های غلطی که راجع به دنیای مد و فشن داخل ایران وجود داره براتون باز بکنم و یه سری اطلاعات رو بهتون بدم که بتونین با استفاده از اون هم یک استایل کاریزماتیک برای خودتون خلق بکنین و هم انگیزه‌ای باشه براتون اگه واقعا علاقه‌مند به دنیای مد و فشن هستید بتونین صاحب کسب و کار باشید. دوستتون دارم. چالش‌های بعدی می‌بینمتون.